برویم به تاجیکستان. امامعلی رحمان رئیس جمهور از مقامات رسمی خواسته است که تلاش‌ها برای جلب سرمایه برای نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند، چون عقب ماندن کار فقط در یک بخش ساختمان میتواند اجرای تمام طرح بزرگ را به تأخیر اندازد. صحبت امامعلی رحمان در این باره در زمانی است که بنا به بعضی از گزارش‌ها بانک جهانی به حکومت گفته است تا زمانی که بعضی از شرط‌ها هنگام ساختمان این نیروگاه بزرگ اجرا نمی شود، بقیه پول بانک برای راغون به تاجیکستان نمی رسد. همکارم کیومرث سیاتا این موضوع را تحقیق کرد و قبل از برنامه در صحبت از او پرسیدم که اصلی مسئله چه هست. امامعلی رحمان روز 27 اوگوست هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نیروگاه راغون گفته است که کارهای ساختمانی به قسمت‌های علاهیده تقسیم شدند که اجرای آنها به همدیگر سخت وابسته هستند و قفامانی در یکی از آنها باعث قفامانی کارها در سمت‌های دیگر می‌گردد. روز پیشتر از این سخنرانی نزویسم گازتا یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون زیر سوال قرار گرفته است، زیرا بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه از جمله بانک جهانی به سبب اجرا نشدن بعضی از طلبات آنها جدا کردن پول را برای ساختمان به تأخیر انداختند. اما در این مقاله طاهر هیچ شرح و نظری از بانک جهانی آورده نشده است و فقط گفته شده است که سبب شکایتی بعضی از سازمان‌های زیست محیطی است که گویا گفتند ساختمان راغون برای کشورهای پایان‌آب در آسیای مرکزی خطرهای جدی دارد. در گذشته همین مسئله سبب جنجال‌های سخت بین ازبکستان و تاجیکستان شده بود، ولی حالا ماجراها پشت سر شدند و دو کشور حتی سازشنامه را درباره فروش نیروی برق به ازبکستان هم امضا کردند. اما از سخنرانی رئیس جمهور برمیاد که ظاهراً جلب پول کندتر شده است. امامعلی رحمان از جمله گفته است که با مقصد در مهلت تعیین شده به استفاده دادن اقتدارهای نوبتی نیروگاه راغون و هرچی زودتر دسترسی پیدا کردن به مبلغ گذاری در عموم 16 سپارش هم داده است و طلب کرده است که آنها را هرچی زودتر اجرا کنند. و از همکارم همچنین پرسیدم که این سپارش ها را خلاصه کند که با کی هست و تا کجا اجرا شدنی هستند. بله طاهر، یکی از سپارش‌های رئیس جمهور محض درباره جلب سرمایه است و به خصوص به وزارت مالیه و اداره‌های دیگر دولتی که همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مالی و دیگر مبلغ‌گذاران را گسترش بخشیده برای هر چه زودتر دسترس کردن مبلغ‌های پیش بینی کرده آنها چاره‌جویی کنند. طبعا می‌دانیم آخر سال 2024 بانک جهانی برای بنیاد نیروگاه راغون 350 میلیون دلار کمک به بازگشت اختصاص داد، ولی اکنون گفته می‌شود که جدا کردن پول را متوقف کرده و از حکومت خواسته است که یک برنامه کارآمدی بازگرداندن قرض‌ها را پیشنهاد کند. در عموم برای ساختمان راغون که بلندترین سد را در جهان خواهد داشت تقریبا 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرور می شود و حکومت در حال حاضر چنین پول ندارد. در عموم بانک های عظیم بین المللی از جمله بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی مالی هم اظهار آمادگی کردند که برای ساختمان راغون پول میدهند، اما معلوم نیست که میلیاردها و یا صدها میلیون دلاری وعدگی این مؤسسه ها به دست حکومت کی میرسند. اما ظاهرا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تا جای خوشبین است که به مقامات دستور داده است که تا ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات چهارم نیروگاه را به کار اندازند. عین زمان دو چرخه نیروگاه به کار انداخته شدند و تاکنون زیاده از 9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق با ارزش بیشتر از 200 میلیون دلار استحصال کردند. طبعا میدانیم نیروگاه راغون باید تا سال 2032 یا 2033 مورد بهره برداری کامل قرار گیرد و تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند که حالا مردمش هر سال از کمبودی نیروی برق عذاب میکشند. همکارم کیومرث سیاتا درباره پیش آمدن مشکلات در مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org نشر خواهد شد و ضمناً چند پیش وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده گفت که تاجیکستان قرض‌های خارجیش را کمتر کرده است که اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران بالا میبرد و تاجیکستان امکان مییابد از جمله برای نیروگاه راغون قرض‌های با امتیاز دیگر به دست آورد.